شای آخی دهانت اگر 20 سانتی متر در کار باشه که شاده میکنی میخندی. تو خنده را تبسم همش به سوی شوهرت کن. آخی حق تبسم دیدن و مهربانی و شیرینی چشم تو را چشیدن حق شوهر است. حبیب خدا میگوید بهترین زن انا همون زنی است که مردک وقتی که در خانه در آمد زن چنان نظر کند چنان مهربانانه توجه داشته باشد که مرد تمام خستگیش دور شود. و اذا امرها اطاعته. دویم چیزی که زن بهترین زنها میگرداند این بود است که وقتی شوهر امرش کرد اطاعت شوهر کند، اطاعت اپش نکند، اطاعت آچش نکند، اطاعت دیگر قدردانهاش نکند، اطاعت شوهر کند. از خط کشیدگی شوهر بیرون شود.